سلام، خوش اومدین به این ویدیو. دلم میخواد امروز با خودم ببرمتون ایران مال، جایی که از نظر خیلیا لوکس ترین مجتمع تفریحی و تجاری ایران و تهرانه. اگه بخوام در مورد مسیر دسترسیش بهتون بگم، باید بگم به سمت غرب ترین نقطه تهران باید حرکت کنید. تقریبا جایی که همونطوری که میبینین آفتاب تهران به اون سمت غروب میکنه و خروجی اتوبان خرازی به سمت ایران مال رو وارد بشین و همینطوری که میبینین بعد از اینکه وارد ایران مال شدین وارد پارکینگش میشین که یکی از ورودی های ایران ماله. این مجتمع تلفیقی از سنت و مدرنیته رو تو دل خودش جا داده و اینکه یک مجتمع تجاری صرف نیست، یعنی داخلش قسمت‌های فرهنگی و دیدنی زیادی هم داره. وقتی میگیم لوکس ترین مجتمع، طبیعتاً از نظر هزینه‌ای هم باید انتظار بالا بودن قیمت‌ها رو داشته باشیم، ولی واقعیتش اینه که از تقریباً اکثر طبقات اجتماعی متوسط به بالا رو توی ایران مال میشه دید. از نظر من یکی از قشنگترین بخشای ایران مال، بخش تفریحیش، قسمتیه که آب نماشه. یعنی جایی که خیلی از آدما رو میبینیم که کنار این آب نما قدم میزنن، گپ میزنن، خیلی ها نشستن و از همه تیپ آدمی میشه اینجا دید و البته دور تا دورش هم پر از کافه و رستوران با تمای مختلفه. مثلا اینجا یه رستوران با یه تم استوایی خیلی شیک بود که نظر من خیلی جلب کرد. ایران مال هم مثل همه مجتمع‌های تجاری بزرگ قسمت فروشگاهیش به خیلی بخشا تقسیم شده، مثل بخشایی که مربوط به مبلمان، پوشاک، وسایل ورزشی و تفریحی، محصولات چرمی خیلی زیاد توش هست و یه قسمت خیلی زیادی رو اختصاص دادن به دکوراسیون منزل و وسایلی که مربوط به خونه میشه. توی استان کرمان یه باغ هست، یه باغ خیلی معروف به اسم باغ شاهزاده ماهان که این باغ مثل همه باغای ایرانی که بودنشون توی منطقه کویری خیلی مورد استقبال مردم قرار میگیره. توش این درخت هست و نهر آبی که جاریه و توی ایران مال هم اون قسمتی که سعی کردن سنتی کار بکنن و البته تلفیقش با فضای مدرن باشه، یه باغی رو طراحی کردم به اسم باغ ماهان که من فکر میکنم الهام گرفته از باغ ماهان کرمان باشه. توی این باغ مثل بقیه باغای ایرانی درخت‌ها رو میبینیم و در واقع فضا مشجره، به اضافه این که توی این فضا بازم یه نهر آبی رو جاری کردم و یه فضایی رو درست کردن که خیلی اونجا میشینن و کافه داره و فضای قشنگیه. یکی از قسمت‌هایی که من دیدم توجه خیلی از بچه‌ها و البته بزرگترها رو به خودش جلب میکنه تو قسمت‌های فضا تفریحی، اسکیت روی یخ توی ایران ماله که خیلی ها بازی میکردن و خیلی پاتیناژ قشنگی رو توش دیدم، به اضافه اینکه خیلی ها وایساده بودن و مثل من تماشاچی بودن. البته این مهمه که این روزی که من اومدم ایران مال
یه روز تعطیل بود. البته نه یه روز تعطیل معمولی، یه روز تعطیلی که چند روز تعطیل پشت سر همه و خب خیلی از کسایی که توی تهرانن توی این تعطیلاتی که آخر تابستونه و چند روز پشت سر همه به جای تفریحات توی تهران ترجیح میدن که برن به سمت شهرهای شمالی یا شهرهایی که زادگاهشونه و این خودش یکی از علتهای خلوتی ایران مال توی این روزا بود. شاید واقعا یکی از قشنگترین کارهایی که باعث جلوه ایران مال شده اون بازی با رنگ و نوریه که خیلی از جاهاش دیده میشه. اینجا هم یه ماکت از ایران مال ساخته بودن که جالب بود، چراغاش خاموش و روشن میشد و کلا بامزه بود. اینجا داریم میریم به سمت قسمت‌هایی که قسمت‌های سنتی تر ایران ماله و از اون نوع معماریش هم معلومه که سعی کردن که اون حالت سنتی ایرانی رو توش حفظ بکنن، اون حالت‌های قوسی و درهای چوبی. و البته اینجا هم یه جاییه که بازار فرش و صنایع دستی بود، فرش خیلی قشنگی از قسمت‌های مختلف ایران رو میشد توش دید. البته ما میدونیم که خب ایران یکی از بهترین کشورهایی که در زمینه فرش فعالیت میکنه. جالب بود، واقعا فرش دیدنی داشت توی متراژهای خیلی بزرگ، توی متراژهای کوچیک و البته خیلی زیاد تابلو فرش داشت. تابلو فرشایی که هر کدومشون یه دنیای قصه پشتش بود و واقعا پر از رنگ و نقش و زیبایی بودن. اینجا هم یه فروشگاه دیگه پر از صنایع دستی جالب بود، صنایع دستی‌هایی که از جنس فیروزه بودن، صنایع قدیمی ایرانی رو نشون میداد، سنگ بود داخلش. کلاً فروشگاه خیلی دیدنی بود. به نظر من این فروشگاه هم جز فروشگاهی بود که واقعا شاید اگر آدم خیلی وقت زیادی داشت میشد ساعت‌ها وایساد و چیزایی که توش هست و نگاه کرد. اینجا هم فکر کنم معروف ترین جای ایران ماله، جایی که اکثر کسایی که میان ایران مال میان و با کتاباش عکس میگیرن، به خاطر اینکه یه کتابخونه‌ای با یه فضای خیلی جالبه منو همیشه یاد فضای کتابخونه هری پاتر میندازه، نمیدونم چرا. و اینکه همه با اون پله هایی که یه سبک خاصی دارن عکس میگیرن و البته اون شکل و شمایل چوبی کتابخونه هم خیلی دیدنی و قشنگه.
اینجا دیگه خیلی خسته بودم. یه 2 ساعتی میشد که توی ایران مال چرخیده بودم و نشستم کم استراحت کردم که بعدش به سمت پارکینگ حرکت کردم و برگشتم. امیدوارم که با این ویدیو تونسته باشین یه دید کلی از ایران مال پیدا کنین و اینکه اگر ندیدینش حتما یه سری بهش بزنین. واقعا اگر ایران هستین ارزش یه بار دیدن داره، حتی ارزش چند بار دیدن هم داره. و اگر خارج از ایران هستین و یه روزی دوست دارین که بیاین ایران، فکر میکنم که اگر توی تهران بمونی که از جاهاییه که حتما خوبه که خودتون ببینین و به دوستای خارج از ایرانتون توصیه بکنین که ببیننش. اگر این ویدیو رو دوست داشتین خوشحال میشم که چنل رو سابسکرایب کنین. احساس میکنم این چنل دریچه رو به فضای بیرون که من بتونم قسمت‌هایی از ایران رو که دوستشون دارم بیشتر با شما به اشتراک بذارم. هر جای ایران و جهان که هستین شب و روزتون خوش.